امروز توی دیکست میخوایم راجع به اکسمن صحبت کنیم که یکی از عجیب‌ترین قاتل‌های سریالی تاریخه. از سال 1918 توی مدت تقریباً 18 ماه یه قاتل سریالی مخوف شهر نیواورلینز و مناطق اطرافش رو توی ترس و وحشت فرو برده بود. چند وقت بعد از شروع حملاتش مردم و پلیس اسم مرد تبر به دست یا دی اکسمن رو براش انتخاب میکنن. این مرد یه شیطان واقعی بود که توی تاریکی‌های شهر نیواورلینز برای قربانی‌هاش کمین میکرد. اون معمولاً همیشه توی شب حمله میکرد و احتمالاً 12 تا حمله و 6 قتل رو انجام داده. اون یه روش عجیب داشت و فقط زمانی به قربانیاش حمله میکرد که اونها توی تخت خواب خودشون خواب بودن. جالب اینجاست که اکسمن هیچ وقت از تبر و ابزار خودش برای کشتن کسی استفاده نمیکرد و برای انجام قتل‌هاش از هر چیزی که میتونست توی خونه مقتول پیدا کنه استفاده میکرد که معمولاً این وسیله یه تبر بود. اون همیشه آلت قتل رو توی صحنه جرم رها میکرد و چیزی رو با خودش نمیبرد. خب حالا میخوایم یکم داستان رو با جزئیات بیشتری تعریف کنیم. توی تاریخ 23 می سال 1918 توی خونه شماره 4901 توی خیابون مگنولیا اولین حمله اکسمن اتفاق میفته. کاترین و جوزف مجیو به شکل وحشتناکی با یه تبر مورد حمله قرار گرفته بودند و قاتل با تیغ سلمونی دسته‌دار گلوشون رو بریده بود. سر کاترین تقریباً از بدنش جدا شده بود و بدن جوزف هم پر از زخم بود و به شدت آسیب دیده بود. برادرهای جوزف که یکیشون به اسم اندرو توی همون خونه زندگی میکرد، جسد کاترین و جوزف رو پیدا کردن. هیچ کس، حتی همسایه‌ها، چیزی نشنیده و ندیده بود و هیچ چیز گرون قیمتی هم از توی خونه دزدیده نشده بود و فقط یه قطعه و پنل مستطیل شکل از پایین در آشپزخونه کنده شده بود و گم شده بود. تنها چیزی هم که توی صحنه قتل پیدا شد یه تبر خونین بود. مظنون اول این پرونده اندرو برادر جوزف بود، ولی در نهایت به خاطر نبودن شواهد کافی تبرئه میشه. برداشتن اثر انگشت از صحنه جرم و استفاده از اون توی سال 1918 رواج داشت، ولی مثل الان دقیق و استاندارد انجام نمیشد. بنابراین نتونست توی این کیس کمکی برای گیر انداختن قاتل بکنه. کمی بیشتر از 1 ماه بعد از حمله اول، توی تاریخ 28 ژوئن سال 1918 نزدیک تقاطع خیابون‌های دوژنوا و لهارپ یه حمله دیگه رخ داد. یه نونوا به اسم جان زنکا وقتی که داشت میرفت که سفارش صبح مشتریهاش رو تحویل بده، لوئیس بسمر و انلو رو توی خونه‌شون در حالی پیدا میکنه که به شدت آسیب دیده بودن و بدنشون پر از زخم و جراحت بود. و طبیعتاً مظنون اول پلیس هم همین نونوا یعنی جان زنکا بود، ولی در نهایت هیچ شواهدی برای ربط دادن جان به قتل پیدا نمی‌کنن. لوئیس از این حمله جون سالم به در میبره. آنا هم حدود 7 هفته زنده میمونه، اما در نهایت دوام نمیاره و فوت میکنه. آنا که با نام هریت هم میشناختنش، قبل از مرگش به پلیس گفته بود که یه مرد سفید پوست درشت هیکل با یه تبر کوچیک بهشون حمله کرده. نکته جالب اینجاست که توی خونه لوئیس و آنا هم یه پنل مستطیل شکل از پایین در اتاق خواب کنده شده بود و یک بار دیگه یه تبر خونین توی صحنه جرم باقی مونده بود. مظنون بعدی این پرونده یه مرد سیاه پوست بود که توی مغازه خانواده مجیو کار میکرد، اما شواهد کافی برای قاتل بودن این مرد هم وجود نداشت و دستگیری اون هم بیشتر علتها و انگیزه های نژاد پرستانه داشت. تقریباً 1 ماه بعد از ظهر روز 5 آگوست همون سال بدن زخمی انا اشنایدر توسط شوهرش اد توی خونشون پیدا میشه. اد همسرش رو که به شدت زخمی شده بود ولی هنوز زنده بود رو به سرعت به بیمارستان میبره و در نهایت انا اشنایدر که باردار هم بوده از حمله اکسمن جون سالم به در میبره و 1 هفته بعد از این اتفاق هم دخترش رو سالم به دنیا میاره. پلیس توی تحقیقاتش متوجه میشه که تبری که این خانواده توی انبارشون نگه می‌داشتن گم شده و احتمال میدن که اکسمن با همین تبر به خانم اشنایدر حمله کرده. یک احتمال دیگه هم وجود داره و اونم اینه که این حمله اصلا با تبر انجام نشده و با چراغ خوابی که کنار تخت انا اشنایدر بوده بهش حمله شده.
5 روز بعد از حمله قبلی، یعنی توی تاریخ 10 آگوست 1918، یه پیرمرد 80 ساله به اسم جوزف رومانو در حالی که سرش به شدت آسیب دیده بود، توی خونش نزدیک تقاطع خیابون‌های تانتی و گراویر توسط برادرزاده‌هاش پالین و مری پیدا میشه. اونها صدای درگیری رو شنیده بودن و رفتن به اتاق عموشون تا بهش کمک کنن. برادرزاده‌های جوزف که باهاش زندگی می‌کردن ادعا می‌کنن که مهاجم رو دیدن و اون رو یه مرد سیاه‌پوست قد بلند و چهارشونه‌ای نسبتاً چاق توصیف می‌کنن که کت و شلوار تیره پوشیده بود و یه کلاه شاپوی سیاه هم روی سرش گذاشته بود که البته گفته میشه انگیزه‌های نژاد پرستی پشت این ادعا بوده و در واقع چیزی که اونا دیدن اصلاً چیزی که توصیف کردن نبوده. جوزف رومانو هم 2 روز بعد از این حمله فوت میکنه. یه روزنامه توی نیواورلینز به اسم مامبلز توی آگوست سال 1918 می‌نویسه که در حالی که پلیس در تلاشه تا پرده از راز پرونده اکسمن برداره، مردها توی این شهر برای محافظت از خانواده‌هاشون مسلح شدن و شب‌ها موقع خواب بالای سر اونها کشیک میدن و هر روز هم پلیس‌های بیشتری برای حل این پرونده به کار گرفته میشن. حالا وقتی به زمان اتفاق افتادن حملات توجه کنیم، می‌بینیم که این موضوع حداقل واسه یه مدتی واقعاً کار کرده و حملات تا چند ماه متوقف شده بودن. تقریباً 7 ماه بعد از آخرین حمله، توی تاریخ 10 مارس 1919 خانواده کورتیمیگلیا مورد حمله قرار می‌گیرن. اون شب روز کورتیمیگلیا با صدای درگیری شوهرش چارلز با اکسمن از خواب میپره. اکسمن چارلز رو مجروح میکنه و بعد هم به روز و دختر 2 ساله اونها مری حمله میکنه. روز و چارلز از این حمله جون سالم به در میبرن، ولی دخترشون مری زنده نمیمونه. اینجا هم مثل بقیه حملاتی که براتون تعریف کردم، تبری که اکسمن ازش برای حمله استفاده کرد مال خانواده کورتیمیگلیا بوده و قطعه مستطیل شکلی هم از پایین در پشتی خونه کنده شده بود. روز بعد از اینکه به هوش میاد به پلیس میگه که همسایه‌شون لولند و جوردانو و پسرش فرانک که در واقع همون کسایی بودن که اونها رو زخمی پیدا کردن و به پلیس خبر دادن، در واقع همون کسایی هستن که بهشون حمله کردن. اما در نهایت روز بعد از یه مدتی این ادعا رو پس میگیره و معلوم نمیشه که چرا به پلیس دروغ گفته. 5 روز بعد از این حمله یه روزنامه توی نیواورلینز به اسم تایمز پیکیون یه نامه از کسی که ادعا میکرد اکسمنه دریافت میکنه که تو قسمت فرستنده نوشته بود جهنم 13 مارس 1919 و در ادامه اینطور نوشته بود اونا هرگز منو گیر ننداختن و هیچ وقت هم نمیتونن دستگیرم کنن. اونا هرگز منو ندیدن چون که من نامرئی هستم، درست مثل هوایی که زمین شما رو فرا گرفته. من انسان نیستم، من یه روح خبیثم، شیطانی هستم که از سوزانترین جهنم ها سقوط کرده. من همون کسی هستم که شما اهالی نیواورلینز و پلیس های احمقتون اون رو اکسمن صدا میکنید. اون توی ادامه حرفاش به پلیس توهین میکنه و اونها رو تهدید میکنه و به مردم یادآوری میکنه که میتونه بلاهای بدتری سرشون بیاره و میگه که اگه بخواد میتونه هزاران نفر از مردم شهر رو بکشه. اما جالبترین بخش نامه اینجا نیست. مهمترین بند این نامه یه تهدید عجیبه که همه مردم نیواورلینز رو وحشت زده میکنه. اکسمن توی نامش مینویسه من یه پیشنهاد برای شما مردم دارم. اونم اینه. من عاشق موسیقی جاز هستم و وقتی توی سه‌شنبه شب آینده رأس ساعت 12:15 شب توی نیواورلینز قدم میزنم، باید از همه جا صدای موسیقی جاز بیاد و من از خونه همه کسایی که توی خونه هاشون موسیقی جاز پخش میکنن میگذرم. ولی اگر از خونه‌ای صدای موسیقی جاز رو نشنوم، اون وقت با تبر به سراغشون میرم. این نامه بعدها الهام بخش یه آهنگ جاز به اسم Don't Scare Me Papa بود که با اسم Mysterious Axeman's Jazz هم میشناسنش. اون سه‌شنبه شبی که توی نامه بهش اشاره شده بود در واقع 19 مارس 1919 بود. گفته شده که اون شب شهر به معنای واقعی کلمه زنده بود و مردم توی خونه هاشون موسیقی جاز رو با صدای بلند پخش میکردن. کسایی هم که توی خونه‌شون گرامافون یا رکورد پلیر نداشتن به کلوب‌های جاز محله‌شون رفتن تا از خشم اکسمن در امان بمونن. جالب اینه که اکسمن واقعا روی قولش ایستاد و هیچ کس توی تاریخ 19 مارس 1919 کشته نشد.
توی 10 آگوست 1919 استیو بوکا توی خونش توسط یه مرد تبر به دست زخمی میشه. اون از این حمله جون سالم به در میبره و به سختی خودش رو به خونه دوستش که همسایش هم بوده میرسونه و در نهایت دوست استیو با پلیس تماس میگیره. استیو به علت ضربه‌ای که به سرش وارد شده بود حافظش رو از دست میده و نمیتونه کمکی به دستگیری مردی که بهش حمله کرده بود بکنه. اواخر همون ماه یا اوایل ماه سپتامبر توی خونه شماره 2128 توی خیابون دوم یه دختر 19 ساله به اسم سارا لامن توسط یه مردی که از یه پنجره باز وارد خونه‌شون شده بود مورد حمله قرار میگیره. سارا هم وقتی به هوش میاد نمیتونه جزئیات حمله رو به خاطر بیاره، چون که وقتی حمله شروع شد خواب بوده و وقتی حمله تمام شد بیهوش. حدود 2 ماه بعد توی 27 اکتبر 1919 اکسمن توی خونه‌ای تو تقاطع خیابون‌های اسکات جنوبی و اولوا به استر و مایک پپیتون حمله میکنه. گزارش شده که استر حدود ساعت 1 صبح با صدای فریاد همسرش از خواب میپره و به سمت اتاق خواب میدوه و همسرش رو زخمی پیدا میکنه. به سر مایک 18 بار ضربه وارد شده بود و اون 2 ساعت بعد از حمله فوت میکنه. استر میگه که 2 نفر رو توی اتاق دیده ولی نمیتونه شناساییشون کنه چون اونا به سرعت از صحنه جرم فرار کردن. گفته شده که با یه پیچ و مهره سنگین که معمولاً برای محکم کردن چادر سیرک روی زمین استفاده میشه به مایک حمله شده. جالبه بدونید که آخر همون هفته یه سیرک توی خیابون تولین نزدیک خونه قربانی ها در حال برگزاری بوده. خب دیگه رسیدیم به آخر قتل‌های سریالی اکسمن. همونطور که تا الان متوجه شدین اون هیچ وقت دستگیر نمیشه. پس حالا بیاین چند تا تئوری رو با هم بررسی کنیم. تئوری اول میگه که به احتمال زیاد همه قتل‌های انجام شده کار اکسمن نبوده. بعضیا معتقدن که قتل آخر یعنی قتل مایک پپیتون کار اکسمن نبوده و در واقع یه قتل مافیایی بوده، چون که پدر پپیتون 20 سال پیش یه مرد رو کشته و قتل مایک میتونه انتقام اون قتل باشه. یکی دیگه از حملات اکسمن که در موردش بحث‌هایی وجود داره حمله به لوئیس بسمر و آنا لو هست. اگه یادتون باشه توی این حمله لوئیس به شدت مجروح میشه و آنا هم کشته میشه. ولی جالبه بدونین که در کمال تعجب لوئیس رو به جرم قتل آنا دستگیر میکنن. پلیس متوجه میشه که لوئیس نامه‌هایی رو به زبان‌های اروپایی، عبری و روسی مینوشته و رد و بدل میکرده و در نهایت به این نتیجه میرسن که لوئیس بسمر یا عضوی توی حلقه جاسوسی آلمان بود یا سردسته جاسوس‌های کایزر بود. کایزر به امپراتور آلمان توی سالهای 1871 تا 1918 میگن. گفته شده که آنا لو قبل از مرگش لوئیس رو مسئول این حمله دونسته و گفته که اون جاسوس نازی هاست. عده‌ای هم معتقدن که این زوج با هم مشکلاتی داشتن که باعث شده لوئیس به آنا حمله کنه. جالبه بدونین که توی تحقیقات مشخص شد که این زوج در واقع با هم ازدواج نکرده بودن و آنا معشوقه لوئیس بوده و به دلیل ترس از افشا شدن همین موضوع با پلیس همکاری میکرده، چون مثل این که توی اون سالها این موضوع خیلی تابو بوده. البته توی این ماجرا شواهدی هم وجود داره که نشون میده این حمله میتونه کار اکسمن باشه. مثلا اینکه حمله با یه تبر انجام شده، زمانش هم شب بوده وقتی که این زوج توی رخت خوابشون خواب بودن. تا امروز هم کسی نمیدونه که این حمله واقعا کار اکسمن بوده یا کار خود لوئیس بوده و یا اینکه ماجرا کلاً چیز دیگه ایه. خیلی از مردم هم معتقدن بعضی از قتل‌ها میتونه کار کسایی باشه که به تقلید از اکسمن دست به جنایت زدن. حالا بریم سراغ تئوری دوم. این تئوری شاید به نظرتون عجیب و مسخره بیاد، اما خیلی از مردم باورش دارن. اونا میگن که با توجه به نامه‌ای که اکسمن نوشته، اون احتمالاً یه موجود شیطانی ماوراییه یا قدرت‌های ماورایی داره که میتونه از جایی مثل زیر در خونه یا همون پنل کوچیکی که از در خونه ها گم میشد وارد بشه و در نهایت تبدیل به همون مرد درشت هیکلی بشه که همه قربانی هایی که زنده موندن توصیف میکنن. و اما تئوری آخر. این تئوری احتمال وجود یه مظنون واقعی رو مطرح میکنه. یه مرد به اسم جوزف مانفری. قبل از اینکه درباره مانفری حرف بزنیم، بیاین برگردیم به آخرین حمله اکسمن، حمله به استر و مایک پپیتون.
اگه یادتون باشه استر از حمله جون سالم به در میبره ولی شوهرش به قتل میرسه. 1 سال بعد از این ماجرا استر به لس آنجلس نقل مکان میکنه و با یه مردی به اسم انجلو آلبانو ازدواج میکنه که توی 2مین سالگرد قتل مایک به دست اکسمن، انجلو شوهر فعلی استر ناپدید میشه و هرگز پیدا نمیشه. استر میگه که یادشه انجلو قبل از ازدواجشون روابط تجاری خودش رو با مردی که به نامهای زیادی از جمله جوزف مانفری معروف بوده تموم میکنه. توی 5 دسامبر سال 1921 مانفری به خونه استر که خونه شماره 5554 توی خیابون 36 شرقی توی لس آنجلس بود سر میزنه و از استر میخواد که $500 پول و جواهراتش رو بهش بده و تهدیدش میکنه و میگه که همونطور که شوهرت رو کشتم تو رم میکشم. ولی در نهایت استر با یه هفتیر جوزف مانفری رو میکشه. خب شاید با خودتون فکر کنید که این موضوع چه ربطی به اکسمن داره. خب اگه یادتون باشه استر موقعی که اکسمن در حال کشتن شوهرش مایک بوده وارد اتاق میشه و اون رو میبینه و وقتی که پلیس استر رو برای کشتن جوزف مانفری دستگیر میکنه اون میگه که مانفری همون اکسمنه و همون مردیه که شب قتل همسرش اونو توی اتاقش دیده. پلیس لس آنجلس هم اعلام میکنه که شواهدی وجود داره که مانفری رو به قتل مایک پپیتون ربط میده. استر هم در نهایت از قتل مانفری تبرئه میشه. موضوع دیگه ای که نشون میده مانفری ممکنه اکسمن باشه اینه که پلیس توی تحقیقاتش متوجه میشه که مانفری رئیس یک گنگ بلک میلینگ یا اخاذی توی نیوورلینزه که فقط از ایتالیایی ها اخاذی میکردن. تقریبا همه قربانی های اکسمن هم ایتالیایی ها یا دورگه های آمریکایی ایتالیایی بودن. مانفری توی 10 سال قبل از مرگش بارها به زندان میفته و زمانهایی که توی زندان نبوده با زمان حملات اکسمن همخونی داشته. گفته میشه که شواهد کافی برای ربط دادن مانفری به جنایت اکسمن وجود نداره و شاهدهای عینی هم میتونن اشتباه کنن. پس اون چیزی که باعث میشه مردم باور کنن مانفری همون اکسمنه شواهد مستدل و کافی نیستن. اگه یادتون باشه استر پپیتون بعد از قتل مایک گفته بود که 2 نفر رو توی اتاق خواب دیده. نظر شما چیه؟ آیا استر دروغ میگه یا اینکه اکسمن اصلا 1 نفر نیست؟ بعد از همه این ماجراها توی سال 1947 یه مرد به اسم جیک برد رو به جرم قتل 2 نفر به صورت همزمان یا دابل مردر با یه تبر دستگیر میکنن. اون ادعا میکنه که 44 قتل دیگر رو توی سراسر آمریکا انجام داده. تحقیقات نشون میده که جیک توی سالهای 1918 و 1919 توی نیو اورلینز زندگی میکرده و یه نوجوان بوده و خب یه نوجوان به راحتی میتونسته از اون سوراخ‌های مستطیل شکلی که توی در خونه قربانی‌ها پیدا میشده رد بشه و ظاهراً به آدم کشتن با تبر هم علاقه داره. ولی توی این مورد هم شواهد کافی واسه اینکه جیک رو اکسمن بدونیم وجود نداره. در نهایت میتونیم بگیم که هویت اکسمن نیو اورلینز تا به امروز مشخص نشده. ممکنه این جنایت‌ها کار یه سری آدم باشه که سعی کردن از اولین قتل تقلید کنن یا اینکه همه این حملات کار 1 نفر بوده. ممکنه هرگز جوابی برای این سوال‌ها پیدا نشه و پرونده مرد تبر به دست تا ابد حل نشده باقی بمونه. تئوری شما چیه؟ شما فکر می‌کنین قتل‌های اکسمن کار کی بوده؟ اگر این ویدیو رو دوست داشتین اون رو لایک کنین و کانال یوتیوب ما رو هم سابسکرایب کنین.